امروز 8 اردیبهشت 1404 هتل شارستان طلایی مشهد بابا و مامان هستن. این هتلمون خوب جاییه، یعنی خوش منظره. طبقه دهم او روبرو. بابا اون روبرو صحنه چیه؟ حرم متحد علی ابن موسی رضا. بابا اون روبرو صحنه چیه؟ نه صحنه چیه؟ صحنه انقلاب، سقاخونه، پنجره فولاد، همش جلو ما آقای نخودکی روبرو محتمش. بابا یه چیز تعریف کن. خیلی خوشحالیم که در جوار پسر بزرگ ما قرار گرفتیم. امشب شب چندمید مشهدید؟ امشب شب سومه. تو این هتل شب دوم میشه ولی مشهد شب سوم میشه. یه شب اولش یه هتل دیگه بودیم. ما در این شهر ما. آره شب اولش یه هتل دیگه بودیم. خب بابا یه چی بگو. آمدم ای شاه پناهم بده خط امانی ز گناهم بده ای حرمت مرجع درماندگان دور مران در راه بده امام رضا 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 قریبا غربا رضا رضا امام رضا. تموم شد بابا؟ چیزی که نمیخوای بگی؟ حرفی نداری؟ ها بابا؟ برخان خفا من کشفن قطا من قطع الرجاء مزاقة الأرض ومنأت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان أدركني الساعة الأجل يا أرحم الراحمين حق محمد وآله الطيبين الطاهرين. چیزی نمیخوای بخونی؟ چیزا بخون. ها؟ اما یتساءلون نه تو. ما نه دیگه میخوایم بریم دور که تماس بخوریم در این مکان مقدس. حالا وقت داریم برای نمازا؟ حالا
دوست داریم که بریم اونجا اصلا بشیم. نیم ساعت دیگه بیشتر نیست. خب باشه